شبکنون میفهمیم که این کارت را از خانه کی برده است. در یک اتاق تاریک همه را یک یک پرسش میگذرانیم. فهمیدیم؟ من هم رفته در پس پرده پنهان میشوم. میبینیم که این کارت را از خانه کی به سقراط برده است. فهمیدیم؟ موی سر کی زیبا شده است؟ چی؟ مرا گوش کن زیو. راستش را بگوی، من تیز میفهمم. موی سر او زیبا شده است یا اینکه موی سر من؟ تیزک گوی. من چی میگویم تو چی میگویی؟ اگر مرا دستگیر کنند مرا به محبس میپرتایم. تو از پسی چی هستی؟ وقتی موی سر است مگر؟ از تو پرسیدم که موی سر کی زیباتر شده است. البته که موی سر تو زیباتر شده است جانم. اکنون بگو جانکم که چی گفتی؟ پرسش مرسش گفتی چی؟ اوه، من چی را فهموندم تو چی را گوش کردی؟ هیچ چیز را نفهمیده ای. گوش کنین خیلی میکنیم. زهرا جان، چرا ما رو اینجا جمع کردی؟ همه تون رو گفته بودم که این شب همه تون رو یک پرسش میگذارانم که آن کارت رو به سقراط از خانه کی داد. آه خدای من، یعنی از اینجا چرا کسی کارت رو میداد است؟ تو چی دیوانه شده ای؟ بله. میابم او را. میلیس در کجاست؟ با رخصتی رفته است. نه جانم آخر، تو از میلیس شبه داری؟ تو دیوانه شده ای زهرا، دیوانه شده ای. خوش خانم تولین، در وقتی حادثه شما در کجا بودید؟ خانم گفتی؟ لطفاً به سوالم جواب دهید. در کجا می شدم زهرا؟ البته که در خانه بودم. آن وقت چی کار میکردید؟ وقتی که تورت رو می بریدن من نوار می گرفتم. در خانه یگان چیز دقتتان رو به خود جلب کرد؟ بله کرد. میلیس 2 تیلیم تورت گرفته بود. همه اون 2 تیلیم تورت رو تا آخر خورد. بسیار دقتم رو جلب کرد چون که میلیس دیت رو شروع کرده بود. لطفاً خواهش میکنم جدی باشید. خوب. حادثه را در کامera ثبت کردید، اما موافق تحقیقات های برده ما صحنه وقتی گرفتن کارت از کامera تازه کرده شده است. این را شما کردید؟ زهرا، تو از من بیخبر کامرام رو نگاه کردی؟ یا این که شما گناهتان را اعتراف میکنید؟ البته که من تازه نکردم. از کجا میدونم کی تازه کرده است؟ من هم نوستو شنیدم. خیر، این خیر باشد که به اتاق شما در آمده اون نوار را تازه کرده باشد یانگا. اوف زهرا، چی کار میکنی؟ دلگیر شدم. در حیاتم در امنیت بیانات ندادم. در خانه خودم پرسش میگذرانیم. بس است اکنون. چرا میخواهید که تمام شود؟ میترسید که یگان چیز آشکار میشود؟ ای سفسطه نگو. چرا میترسیدم؟ یانگا این خیر باشد جواب ده. قربانت شوم. کی باشد اوی؟ نمیدونم. تمام. میتوانید برایت لازم شود تکرارن دعوت میکنیم. مایلش زهرا، اگر یگان چیز لازم شود من در بالا هستم. بیایید. خدای من. تولین نیست. به فکر من او نیست. از کجا فهمیدی؟ از شکل و ایماهایش هرگز از تو چشمش را دور نکرد. اگر دروغ میگفت چشمانش را از روی تو دور میکرد. یعنی اگر چیزی را پنهان میکرد حتما چشمانش را از تو میگریزاند. یعنی از تو شرم میداشت. چیکار میکنم منم؟ دنبال دختری هستم که دوست داشته دارم. لبای بخشش میپرسم جناب مهراج با خانم سنم گل فرستاده است. سراغ خطا شده است. خانه خانم سنم آن طرف. آخر با من این سراغ را داده بودم.
برادر او همسایه شماست. خواهش میکنم گلدسته را به او رسانید. برادر به کجا میروی؟ سراغ خطا شده است. با عزیز دلم از معراج. کنی بینیم هجری فهمد که گل ها را مهراج فرستاده است چیکار میکند؟ بله هجری، میفهمم که رشق برده ای یا نه. در حالت حادثه در کجا بودید خانم بهار؟ با سومن مشغول بودم. باوری دارید؟ شاید شما کارد را گرفتید برای به سقرا دادن. خب من چرا این کارو میکردم؟ یعنی دیده دونسته پدر سومن رو چرا به محبس پرتایم؟ کارد تارت بوری را آخران بار کی دیدید؟ ها؟ وقتی که زیو تارت رو میبرید دیده بودم. فکر میکنم جناب زیا گفتن میخواستید؟ اینها چیکار میکنن؟ یگان چیزی دیگر گفتن نمیخواستید؟ نه. ببیرم برو بسیار دلگیر کننده هستی. بدنم زدی. سلام علیکم دوستانی عزیز و مخلصان سلسله فیلم هدایت. دوستانی عزیز، خیلی که با شما وعده داده بودیم که سلسله فیلم هدایت رو مدتی 3 هفته 2 قسمی پیشکشتان میگردونیم. اینک ما با وعده خود وفا کردیم و مدت 3 هفته 2 قسمی پیشکشتان گردانیدیم و متاسفانه بسیار از برادرانمون از این کار سرکشی کردند. از 40,000 نفر تنها کمتر از 10,000 نفر به حساب عمومی سهم گذاشتند و تمام. مبلغی که به ما آمد 400 روبل، 150 روبل، 300 روبل، 600 روبل، همه این رو ما با 150 روبلی تقسیم کردیم. اقلا به 10,000 آدم برابر نشد. با این مبلغ دیگر 2 قسمی برآوردن سلسله فیلم هدایت خدا شاهد است که بر ضرر ماست. به خاطر برادرانمان که با امید سهمگذاری کردن، از همین سبب این هفته نیز 2 قسم پیشکشتان میگردانیم. شما دیگر به یگان صورت حساب پول نپرتایید، به یگان صورت حساب باور نکنید. ما همه صورت حسابان رو خاموش کردیم و برای مخلصانی عزیز کوشش میکنیم که هر هفته سلسله فیلم هدایت رو یک قسم به تنفس پیشکشتان گردانیم. و نگفتنم که کار خیری که برادرمون تشریف خیلی پیش برده شده بود، خوشبختانه به خواست الله با کمک و دستگیری بعضی برادرانمون صاحب منزل زیستی دائمی گردانیدیم. از شما به نهایت میnnتدار هستیم. در حقشان همیشه دعاگو باشید. و سلسله فیلم هدایت رو هر هفته روزهای شنبه شما میتونید از کانال تاجیکس پروداکشن تماشا کنید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. به شما تماشای بفراغت خواهانم. این هم نیست. همین انیق همین است. لب سرخک همین است. دیگر هیچ کس نیست. نه این نیست میگویم. از اول تا آخر نگاه کردم، حرکت های وجودش، قاش و لبهایش یک خیل می جنبند. از این میباید که وای نیست. مویهایش زیبا بود، با لباسهایش میگفت، چشمانش رنگ خوب داشت، همش معقول شد. ها اوه ماشاءالله. اوه هی زهرا، باز همون گپ‌های از برای خدا نکن. هجری گلها را حالا هم نآورد. عجبا چیکار کرده باشد گلها را؟ با عزیز دلم از معراج باز کارت هم فرستاده است. سراغ خطا، سراغ خطا. انا با تو انیق.
он одам қасдан барои маро асабӣ кардан фиристодааст. Дидаю дониста. хато аз ман буд. бояд дасташро мешикастам вай одами ахмақро. худоё ман чӣ кор мекунам? чӣ сафсата мегӯям? ин духтар тамоман маро ноором кардааст. вай одам аз куҷо медонад суроғои маро ки гул фиристад? ҳиҷрӣ ҳоло ҳам гулҳоро наоварда, аз ростӣ гулҳоро зада майда кардааст. ба фикрам намеорад. маълум мешавад ки аз ростӣ ба ман рашк бурдааст. хайр ин хел бошад, метавонам ба қисми дуюми нақшаам гузарам. зӯҳро дар утоқи пурсиш мунтазири ту аст, камоли сиёҳ. чӣ хел пурсиш? пурсиши онеро дорад ки кордро ки гирифтааст. модар, зӯҳра чӣ кор карда истодааст? модар гуфтӣ? вақте ки аднан хурд буд, ӯро ман нигоҳ мекардам, баъзан вақт маро модар мегуфт. камолҷон, одамҳоро мунтазир накун. аз тарафи чап ба поё зӯҳро туро дар пурсишгоҳ мунтазир аст. чаро кордро ба суқрот додӣ? эй субҳоналлоҳ, надодам, гуфтам ку духтар. беин ҳам ман дар вақти ҳодиса инҷо набудам. дар куҷо будӣ? ба ту чӣ? полис ҳастӣ ту? аввал рафта аз дӯст доштаат пурс, чаро он одамро куштааст? ба саволам ҷавоб де! дар ҳолати ҳодиса дар куҷо будӣ мепурсам? тамом нашуд духтар? ту то ҳол аз паси чӣ ҳастӣ? дӯст доштаат кордро гирифта одам мекушад, ту инҷо нақши детективро бозӣ мекунӣ. ман ин лаънатиро. тамом ҷонам, ором шав. ани қаминаст ё? не, ба ин алоқае надорад. чӣ хела? ӯ душмани ту нест магар? ҳатто гапҳояшро гӯш кардан нахостам. ӯ аз ҳеҷ чиз хабар надорад. танҳо лабаш ба канор рафт. танҳо ба як тараф фақат ҳамин. маро дидан намехоҳад, нақд намебинад. ҳамаш ҳамин. меёбем ҷонам, меёбем, парво накун. худоё маро ҳидоят кун. маро ба ҳоли худам раҳо накун. иҷозат надеҳ ки гуноҳ кунам, ё раббо. маро ба ҳоли худам нагузор. ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ, ин гулро барои ман овардӣ чӣ? нест санам. гулҳоро об медодам ки дар дастам мондааст. чаро ба ту гул медодам? ту рашк мекунӣ, рашк. ҳамаи гулҳоро партофта мехелӣ. охир ҳиҷрӣ як чизро гуфтам мехоҳам. меҳроҷ ба ман занг зад. ба ман чизе фиристодааст, аммо ӯ наомад. аҷабо мегӯям ба хатогие ба хонаи ту нафиристода бошад боз. чӣ фиристода бошад? намедонам охир. ин тар бошад аз худаш пурс. бин чӣ хел асабӣ шуд. рашк бубар ҷони ман. хайр майлаш. ман бе ин ҳам ба клуб меравам озир. ба наздаш ки рафтам, аз ӯ мепурсам ман. то боздид.
бо ман рашкаш мебарад. دختری که جنگاور دوستش می‌دارد و تاکسی سوار شد به طرف تو می‌آید. از پسش تعقیب کن که ببینیم جنگاور به میان می‌براید. نبراید هم دختر رو گرفته به انبار برده پرتاید. این دفعه با دست و پای خودش می‌آید. بابای قادر فهمد که دخترش رو بوده ایم چی می‌شود؟ او را هم می‌کشم. اول کار جنگاور رو تمام کنم. تمام. تعقیب می‌کنم. در وقتی حادثه در کجا بودید؟ در قم سنگیر بودم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم. شنیدم که همه رو میپرسیدی. خسته آمدم. بیرون برو. به تو احتیاجی نیست. برو. برو. در مکانی که نمیخواهیم نمیستیم. توبه استغفر الله. سردارم چای فامیل سبز بفرمایید. لوند آمادگی ها تمام شد. 100% برای عملیات آماده ایم رفت سردارم. خوب لوند امشب همه که خواب رفتن قصر را کافتکاب میکنیم. کیلس را دستگیر میکنیم. این دفعه از دستمون گریخته نمیتواند. تارت رو بریدن همه بیرون برآمدنیت رو دیدند. شوخی با کجا رفته بودی سمی جان؟ برای دیدن یک رفیقم رفته بودم. نام رفیقت چی است جانم؟ نام رفیقم قوت، یعنی قوت دیل. از دانشگاه رفیقیم. با من یک کاری تاجیلی دارد گفت. من هم تمام سفسطه نگوی. بخشش میپرسم سمی. استغفر الله. این خیلی میشه زورا جان. یعنی هر وقتی که خواهی میایم یک چیز بیام. اگر نفر کاربر رو یافتی مرا حتما خبر کن. پروا نکن. میدیم. بسیار عصبی هستم. تو رفت پروا نکن. خیر برای کار. تشکری زیاد. اوف زیو جون. سمی هم نیست. چی کار میکنیم؟ کارت را سمی برده است. چی خیل؟ آدم که دروغ میگوید بدنش در لرزه میدراید. وقتی که سمی صحبت میکرد همه جای بدنش میجنبید. پایش با عصبانیت میجنبید. از همه جای حساس عصبانیت در بینی است. هنگامی دروغ گفتن سیگنال میدهد و اول عصبانیت خود را در بینی نشان میدهد و بینی سرخ میشود و میخورد. وقتی که سمی گپ میزد همیشه با بینیش بازی میکرد. وقتی که آدم دروغ بگوید چشمانش خورد میشود. سمی هنگامی جواب دادن هم چشمانش خورد میشد. چرا این کارو میکرده سمی؟ با خدا نمیدونم چرا این کارو کرده است. این کار سمی رو چه خیلی اثبات میکنی؟ امشب حل میکنم. تو پروا نکن. مرا پرسپوس کرد. کی؟ پلیس مگر؟ نه زهرا. یگون چیز گفتی؟ نه جناب نگفتم. اگر یگون چیز بگویی میموری. نه آخر چیزی نگفتم. پروا نکنید. به این هم هیچ کس از من شبهه‌ای ندارد. خوب حاضر کار دارم. از کلتا کلاس خبر ندهی دیگر به من زنگ نزن. جناب سقراط یک چیزی دیگر.
همین کمال 30 یورو از بین میبرید. گفته وعده داده بودید هولند در وعدهتون ایستادید. یک پرسم گفتم کالتا کیلاس به محبس درآید کمال 30 میموند. در خبرم هستم. اول کالتا کیلاس رو یاب که در کجا پنهان شده است. کجا شدین هجری؟ یا اینکه ناومد؟ دست رو منتظری سنم؟ نه پس بیا برقصیم. نه جانم وقتم خوش نیست. چه خیلی هجری نامده چرا با تو خونک رو برقصم منه؟ جمع شوید. از این عملیات هیچ کس خبردار نشود. فهمیدید؟ اگر کالتا کیلاس این رو فهمد میگریزد. یک عملیات بی سر و صدا میکنیم. سیگنال ها رو فعال نکنید. همه با ماشین ها. زهرا چی کار کردی؟ کارت رو کی گرفته از فهمیدی؟ جنابی عزمی اتاقتان آماده است. امشب مهمان من میشوید. این برای من در حقیقت شرفی کلام از خانم تولین. لازم نبود مرا شرمسار کردید. شما امر کنید در آتش میسوزم. خواهش میکنم. عدنان جان تو باشه در اتاق ملیس میستی. تمام ماما جون. این خیل باشد با همتون شبی خوش. با تو هم شبی خوش کمال برادر. شبی خوش جانم. خیر بیا خوب رویم نباشد. شب بخیر. خیر شبتون خوش. بعد شما خیر طول جانم شبی شب بخیر. پدر چشم این زن در تو نیست و خیر در پولات است. من به تو چند بار گفتم که درباره مادری آیندت این خیلی گپ نزن. خاموش. پدری بی آدم صدقه ما این در شوی. آخر کجا شدی هجری؟ یا اینکه با من رشکش نبود. من خطا فهمیدم. چه خیلی خرسند شده بودم من. سلام. آخر اینجا برای نشستن آمدیم. بیا رقص کنیم. نه آخر شما خرسندی کنید. من کم اندوگینم. یکم مشکلی هست. نه چیزی نیست. چیزی نیسته. کاری کردت رو ببین هجری. باز فکر کردم که مرا دوست می‌داری. کیاست؟ منم مادرت. مادر تلخه کف کردی مرا. اوه
آخر ملیز تو که این بیمانگی رو با آخر میرسونی وقتی که از آدم‌های بد رها یابم کی هستن آدمانی بد چی گپ خودش تو مرا یک سوگذارو این دیوانه در خونه ما چیکار میکند این رو بگو ملیز جان ساز گپ زن دیوانه نه جنابی اسمی تو با این آدم به خاطر پولش بازی داری راستش رو بگو البته که برای پولش وگرنه من چیکار دارم با دیوانه میبونم چی خیلی نشود با آن آدم خانه دار شویتان را اجازت نمیدهم ملیس من چی کاری کنم به خاطر خوبی تو میکنم تو باز هم براحت‌تر زندگی کنی میگویم ای تو هرگز این رو نفهمیدی خیر شبت بخیر با دقت باش در رو به کسی نکشا مادر بیا تو رو تا خونه رسونم نه من با یگان تاکسی نشسته به خانه میروم خوب این خیلی باشد شب بخیر تا بازدید شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر من چه خیلی ابله هستم مؤذین مگر به کلوب شبانه می آید من به عقل هستم حیران میشوم ای برادر چند بار بگویم که در این اتاق آب گذاره دهان و زبانم خاک و تشنه شده آخر توبه چی شد؟ مکان کلتکیلس رو پیدا کردی؟ در کجا هستی تو کلتکیلس؟ از کجا میابم من تو رو ها؟ ای آشنا چه خیلی خوابی شیرینم اومده شرف معلوم شد که تو بوده یا جزای هر دوتان رو میدیم
داخل شوید. از من چی میخواهید؟ گیر دختر را. رها کنید مرا. یاری دیه. یاری. جناب سمیم، معلوم شد که تو مرا بدام افتانده، هم تو را هم سقراط را روزتان را نشان میدهم. یا بسم الله. ابشه در گشنگی مردمه. انشالله در این آشخانه غیر سبزی با یگون چی میویم. بهشت بخدا باشیتون شاکر. داغا کلون توبه کردم بخدا. خاموش، داد نزن، مردم رو از خواب بیدار میکن. که ساعت خوندیم. تو اینجا چی کار داری؟ نگفتم که رو. گفتی؟ چرا نرفتی؟ گفتیم؟ چی کنان گفته داد زنی؟ خیلی نگم آخی روزی دراز ایدیم من خیال کردم اموای. خدا جزایی تو رو ندهد شبکت. آمین. کی باشد در این ساعت؟ با خدا کنان اومد. با فکرم کنانه برادر. خاموش باش با کنانت. یا خدایا. جنگاور همین جاست. سردارم چرا اینها در رو درک شدن؟ یا اینکه او را پنهان کردی سادند؟ لعنتی اونال اینجاست. خدایا دوزیدنی بانو را فهمید با فکرم به سر ما اومدگه. خاموش باش خاموش. سر نکن بانو گفتن را. رفتیم ایست. پلیس همه جا را احاطه کرده است.
از همه طرف ایستادن. چی کار میکنیم اکنون؟ همه جا رو احاطه کردن. چی کار میکنیم؟ کلاس اول خطا به دست بگیر با دخل مرا گوش کن. در اینجا یک راهی برآمد هست. چی بوده است؟ تونل. چه خیلی تونل؟ تونل زیر زمینی. شوکت. چی شوکت؟ بچه آرام شو، با من باور کن. از پسی من بیا. آخر این همون ساختکار نیست مگر؟ یا خدایا. سردارم همین مردم خوابند، در رو نمیکشن. رفتیم لوین لازم میشود در رو میشکنیم. یزنا؟ او در کجاست؟ در کجاست یا پنهان کرده؟ یزنا شما چی کار کرده ایستاده؟ و یادم در کجاست؟ در کجا پنهان شده است؟ با اینجا در آمدن، من دیدم. چیکار کرده ایستاده؟ این خدا چیکار برای چی پلیسا به اینجا آمدن؟ چیکار کرده؟ من گناهی ندارم. برای چی به اینجا آمده؟ وای در کجاست؟ چی کار میکنی اینجا؟ کالتا کلاس اینجا پنهان شده است. در کجاست؟ کدام کالتا کلاس؟ با اینجا در آمدن، من دیدم. 2 نفر بودن. 2 نفر بودن؟ جنایتکار همکار دارد؟ بله. آخر جنابی ازمی در کجا دیدید؟ از برای خدا در کجا است کالتا کلاس ها؟ در کجا هست؟ دیدید؟ نیست آخر. در اینجا هم نیست. دوستانی عزیز، اگر شما خوش سفر کردن به وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید. کلاس نترسه، پس ما اومدن گیر. چه خیلی جایی بوده است اینجا؟ از راستی تونل است؟ از راستی تونل بوده است. کوری نمیبینی؟ اینه تونل ایوخی؟ حتی خزینه در آن طرف بود. کدام اقی پدر یافته کش؟ خاموش باش که با همون خزینه چون در رویت میزنم که دیوانه ای؟ شد آخیر. خاموش باش. خزینه بوده است. کنی در کجاست؟ یزنا نمیبینی؟ در هیچ کجا نیست. کدام یزنا؟ چی خیلی یزنا؟ خبر دادن آمدیم. خبر دادن؟ کی خبر داده باشد عجبا؟ من خبر دادم. جنابی ازمی تو خبر دادی؟ من خبر دادم. من باورم نمی آید یزنا. به سخنی یک دیوانه باور کرده با گروه کاری به همینجا آمده. جنابی ازمی دهانت رو نگاه کن. با پدرم دیوانه فلان نگو. درست گپ زن. به اینجا در آمدن. دیدم اونها را. دیدم.
در کجا دیدی؟ کنی نباشد اگر دیده باشی. فهمیدم. آنها با تونل گریختند. چی؟ تونل گفتی؟ تونل؟ زیر رخت خواب جانقم تونل است. این را برداره. خانم تونین با اجازتاتون این را میگیریم. برادرت بیاداب به من ده مادرت را. انا به همین تونل گریختم. در را کشایه. در اتاقم تونل بوده است. تا رفتن پلیس ها در اینجا منتظر میستیم. اینجا خوبتر است. با خدا اینجا تنجه. این خونه ما بپر و بشی جورا. خاموش باش از برای خودم. دوست داشته‌ات را بسیار یاد کردی جنگاور. دوست داشته‌ات در آنجاست. اما پیش از او را گرفتن باید مرا بزنی. جنگاور در دست ماست.
دوستان عزیز، برای هر چیز زود دسترس نمودن سلسله فیلم هیدایت و با صفت اعلا با کانال توپ تاجیکس ابونا شوید که در اپیسن ویدیو برای دستگیری همتون تشکر زیاد.